کجا در میری؟ همینجا بایستا، تکونم نخور باشه؟ تکون نخور، تکون نخور، تکون نخور وگرنه لبات مگه زده به سرت بیهان؟ مگه آدم با چاقو چسب و وا میکنه آخه؟ واقعا عقلت کمه. ایوه خودت لباتو به هم چسبوندی، بعد من لباتو وا میکنم، اون وقت منو دعوا میکنی. مگه با چاقو آدم این کارو انجام میده؟ خب خودت نذاشتی بهش دست بزنم. چی کار میکردم؟ چه دختر عجیبی هستی ها. اگه کمکتم کنم بازم فحشم میدی. فهمیدن تو مشکل نیست، ناممکنه. مگه تو فهموندنم مشکل نیست، ناممکنه. خب بهم چیزی نفهمون. زده شد، بند صندلم پاره شده بود، بعد میخواستم با اون چسب مایی بچسبونمش، اشتباهی خورد به لبام و اینجوری چسبید به هم. برای همینه که میگن اسم دوم دردسر هستش تاپکی. تاپکی منو نگاه. باز چیه؟ الان تو باید بگی که این چیه. چی؟ بعد از اینکه من هی گفتم نمیرم، بازم به زور و از عمد منو فرستادی. چرا؟ واسه چی منو فرستادی تاپکی؟ الان لبات به هم نچسبیده، جواب بده. یه چیزی هست که تو داری از من پنهونش میکنی. بگو تاپکی، بگو داری چی رو پنهون میکنی؟ خب من اصلا چی دارم که ازت پنهون کنم ها؟ من هیچی ندارم که بخوام ازت پنهون کنم. اینو وقتی پیدا کردم که تو رفته بودی بازار، بعد از رفتن تو پیداش کردم. خب نمیشد اینو زودتر بگی؟ اینقدر تو بازار گشتم که دیگه نمیتونم رو پاهام وایسم. یه زنگ که میتونستی بزنی. آخه چطوری باید بهت زنگ میزدم؟ ویهان لبام به هم چسبیده بود انگارا. خودت که میدونی صدام هم در نمیومد، نمیتونستم یه کلمه حرف بزنم. همیشه همینطوری میشه. دردسر واسه تو پیش میاد ولی بدبختیشو باید من بدبخت بکشم. با منظور من همچین چیزی نبود. منظورم اینه که از بس تو بازار این ور اون ور رفتم یکم خسته شدم. از من عذرخواهی کنی. 5 بار دوش گرفتم تا بالاخره اون بوی گن از بدنم رفت. راستش امروز من همش بدشانسی آوردم، وگرنه که شاردا، واسه چی همچین کاری با من کردی؟ معذرت میخوام. من چی کار کردم؟ دیگه لازم نیست بیشتر از این فیلم بازی کنی شاردا. من همه چی رو میدونم. تو اون چسب مایه رو به لبای من چسبوندی، بعدش هم منو تو اون گونی زندونی کردی. چی؟ تو عقلت سر جاشه؟ چی داری میگی؟ گونی؟ چسب مایه؟ چی؟ این چرت و پرتا چیه؟ بدونم که لازم نکرد از کپانت بیشتر حرف بزنی. نه خیر شاردا، اگه دارم تو این خونه به عنوان خدمتکار زندگی میکنم همش به خاطر ویهانه، چون من نمیخوام اون از خانواده‌اش هیچ وقت جدا بشه. برای این نمیرم، فقط برای این که بتونه نزدیک خانواده‌اش بمونه مجبورم این چیز رو تحمل کنم.
چون اگه من از اینجا برم میدونم که ویهانم اینطوری از خانواده‌اش دور میشه و نمیتونه قبول کنه. من به هیچ وجه نمیذارم این اتفاق بیفته. حالا تو هر کاری دلت میخواد بکن. و ضمناً این سکوت من معنیش این نیست که من ضعیفم شاردا، اصلا اینطور نیست. که اون چسب مایه رو شاردا به لبای من چسبونده. ولی اگه من اینو بهت میگفتم مطمئنم تو خیلی عصبانی میشدی و ممکن بود بری به شاردا کلی بد و بیرا بگی. اون وقت اینجوری بین تو و خانوادت اختلاف بیشتری پیش می. ویهان واسه تو یه بهونه است. تو نمیخوای اون نزدیک خانواده‌اش باشه، میخوای خودتو نزدیک تارا داشته باشی، واسه همین اینجا موندی. مامان بابا دیدین چه کردم؟ دیدین چطوری شکستم و به پیروزی تبدیل کردم؟ خب بیاین به همین مناسبت نوشابه‌ای که پدر زنم واسه خودشون خریده رو نوشه جون کنیم. سلامتی. سلامتی. ای وای، خانواده همسر عزیزم منو ببخشید. واسه شما که هیچی باقی نذاشتیم، نه تو بطری و نه تو خونه و زندگیتون. میدونین چرا؟ چون مصیبتی به نام دیباکر افتاده تو خونتونه. مصیبت هر چقدرم که تلخ باشه بالاخره یه روزی تموم میشه و یه روز از دستت راحت میشیم و اون روز. بس کن عزیزم، اتفاقی که باید میافتاد دیگه افتاد. افسرم تصمیمشو اعلام کرد. حالا دیگه هیچکی نمیتونه ما رو از این خونه بیرون کنه. حالا این خونه مال ما هم هست. مال ما هم نه، فقط مال ماست. اوه 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 اومد مدرک حرفی که زدم هم اومد. هدیه وگرنه من بهش دست نزنی ها. دیباکر میشرا. دیباکر اینو زود بردار وگرنه من بهش دست نزنی ها. وگرنه دیباکر به افسر زنگ. نه مامان جون نیازی به این کار نیست. آدیتی تو الان بهم چی گفتی؟ ها گفتی حیات دیدمش. ببین چشات داره چی میگه تارو. تو حالت خوبه؟ تو الان خوبی؟ شاردا این کارا چیه؟ چرا اینجوری رفتار میکنی؟ چرا من اینطوری رفتار میکنم؟ چون تو وقتی پیشم هستی ولی بازم پیشم نیستی تارو. این غم و غصه تو چشمات این فاصله بین ما اینو ثابت میکنه که هنوزم فکر تاپکی هستی اون برات اهمیت داره. خواهش میکنم شاردا لطفاً. چی شده؟ من که حرف بدی نزدم. اون به مادر من تهمت زده. من میدونم این تاوان اشتباه اونه، من اینو میدونم، درک میکنم، ولی من از این موضوع ناراحتم که من ناراحتم.